شما بت پرست هستین یا نیستین؟ نه. پس چرا به طرف سنگ سجده میکنید؟ خانه خداست، خداوند گفته ده. سنگ عزیز من، خانگه که نمیگم، سنگش را میگم. سنگ ما از سنگش هم معلومات ندارم. ما گفتم تداول معلومات میتونم عزیز من. میگن که چیز هستن، چه رقم، یکی سنگ شیطان است که یکی کل سنگ میدن. حالا برات معلومات میتونم در مورد همون سنگ. اجازه بدید. سجده شما به اون خانگه که سیاه نیست. سجده شما به این شی مبارک است. اینجا شما سجده میکنید. چرا به این سوراخ سجده میکنید؟ دیگه اینا یک مولا را گیر کو. همین تو اگه ای باشه تو ملائکه چیز نه، تا امروز تو خود چند وقت نماز خوانده باشی در زندگیت؟ من هر وقت برابر شد میخونم الحمدلله. میگم خب 1000 بار خوانده باشی؟ یک 20000 بار شاید خوانده باشم. 20000 بار خواندی. در این 20000 بار فکر نکردی که چرا باید به سوراخ سنگی الله سجده کنی؟ ما طرف خانه کعبه سجده کردیم. نه خب طرف خانه کعبه که هدف تانی از دیگه به دیوار خشتی که چی کسی سجده میکنه؟ طبعا دیگه اونم چیزی را که من درک میکنم خانه خدا گفته اونم میگه. نه عزیز من تو را میگم به این سوراخه که چرب سجده میکنی، سوراخه که نرم است، چرب است، همیشه داخلش نرم میباشه، چرب و تر میباشه. تو به این سوراخک سجده میکنی، نه به خانه. خانه از کجا شدی؟ سوراخ هستی که خانه نیست. حتما موام کدام دلیل داره برادر؟ فامیل یگان تو رو پیدا که جواب تو رو بده. تشکر لالا. تشکر.